سلام دوستان، خوش اومدین به یه ویدیو جدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و بریم امروز یک معادله دیگه رو حل بکنیم. یک معادله‌ای که تا بی نهایت رادیکال داره و مقدار x رو در این معادله میخوایم به دست بیاریم. معادله‌ای داریم به صورت 5 مساوی با رادیکال x به اضافه رادیکال 2x به اضافه رادیکال x به اضافه رادیکال 2x و همینجور تا بی نهایت این رادیکال ها ادامه داره. میخوایم ببینیم که مقدار x در این معادله چقدر هستش. خب برای اینکه ما بتونیم این معادله رو یه خود راحت‌تر و بهتر حل بکنیم، نگاه کنید ما میایم از اولین x و دومین x این معادله رو نگه می‌داریم. چون این تا بی نهایت ادامه داره، پس میتونم از x و 2x های بعدی رو برابر با 5 در نظر بگیرم. خب من میام معادله رو دوباره می‌نویسم، میگم که 5 مساویه با رادیکال x به اضافه رادیکال 2x به اضافه. خب مابقی رادیکال x به اضافه رادیکال 2x ها چون تا بی نهایت ادامه داره، من میتونم این مقدار رو مساوی با 5 قرار بدم. خب پس اینو مساوی با 5 قرار میدم. خب حالا میام دو طرف این معادله رو به توان 2 میرسونم تا اولین رادیکال رو از بین ببرم. این رادیکال با این توان از بین میره. 5 به توان 2 میشه 25 مساوی با x به اضافه رادیکال 2x به اضافه 5. از هر دو طرف یک x کم میکنیم، حاصلی میشه 0. سمت اولی داریم 25 منهای x مساوی با رادیکال 2x به اضافه 5. حالا دوباره هر دو طرف رو به توان 2 میرسونم، چون میخوام این رادیکال سمت دوم رو از بین ببرم. پس این رادیکال با توانش از بین میره. سمت اول میشه اتحاد مربع دو جمله‌ای، پس میشه 25 به توان 2 منهای 2 برابر 25 در x منهای به اضافه x به توان 2 مساوی با سمت دوم میشه 2x به اضافه 5. از زیر رادیکال میاد بیرون. خب 25 به توان 2 میشه 625 منهای 50 x به اضافه x به توان 2 مساوی با 2x منهای 5. خب هر دو سمت رو منهای 2x این به اضافه هستش کم میکنیم. از 2x به اضافه 5 ازش کم میکنیم. 2x منهای 5 اینجا هم منهای 2x منهای 5 حاصل 0. حاصل اینم 0 میشه. اما اینجا خب 625 با این مختلف العلامت میشه 620. خب 50 و 2 هم علامت هم جمع میشه 52 x به اضافه x به توان 2 مساوی با 0. یه جابجایی انجام میدیم تا x رو میاریم اول. کلا شبیه اینا معادله درجه دوم هستش که مرتبش میکنیم. خب یه معادله درجه دوم داریم که میخوام از راه حل معادله درجه دوم مقدار x رو در اینجا به دست بیاریم. x مساوی با منفی b. راه حل معادله درجه دوم اینه دیگه. ax به توان 2 به اضافه bx به اضافه c مساوی با 0. x میشه منفی b مثبت منفی ببخشید b به توان 2 منهای 4 ac روی 2a. خب حالا میگم که منفی 52 مثبت منفی 52 به توان 2 منهای 4 در 1 در 620 روی 2 یه ضرب در 1 خودش. خب x مساوی با 52
مثبت منفیه. 52 به توان 2 میشه 2704 منهای 4 ضرب در 620 میشه 2520 تقسیم بر 2. خب پس x مساوی میشه با 52 مثبت منفی 2704 منهای 2520 میشه 224 تقسیم بر 2. خب 224 رو میام به صورت حاصل ضرب دو تا عدد 14 و 16 می نویسم. 16 ضرب در 14 حاصلش میشه 224. خب حالا میگم که از 16 جدا جذر میگیرم و از 14 جدا، پس میشه جذر 16 ضرب در جذر 14. خب 16 چون مجذور کامل هستش حاصل جذرش میشه 4 و اینم که خودش رادیکال 4 تقسیم بر 2. تو صورت از 1 فاکتور میگیرم میشه 26 مثبت منفی 2 رادیکال 14 تقسیم بر 2. 2 با 2 ساده میشه و حالا داریم که x مون مساوی میشه با 26 مثبت منفی 2 رادیکال 14. خب برای x ما دو تا مقدار به دست اومد. یک x مساوی با 26 به اضافه 2 رادیکال 14 و یک x مساوی با 26 منهای 2 رادیکال 14. خب حالا من یکی یکی این x ها رو میخوام امتحان کنم ببینم که آیا هر دوی اینا میتونه جواب باشه یا فقط یکی از اینا در معادله ما ست میکنه و جواب درست ما هستش. خب اول از x مساوی با 26 منهای 2 رادیکال 14 شروع میکنم. پس میایم چک میکنیم. x مساوی با 26 منهای 2 رادیکال 14 رو میخوام چک کنیم. میایم توی اول صورت معادلمون این بود دیگه، x رادیکال x به اضافه رادیکال 2x به اضافه رادیکال x و همونجور تا بی‌نهایت و اومدیم اولین رادیکال x و 2x رو نگه داشتیم و بقیه رو مساوی با، چون تا بی‌نهایت ادامه داشت میتونستم این کار بکنم که بقیه رو مساوی با 5 قرار بدم و یه شکل مختصرتری از معادله رو بنویسم که به این شکل شد. حالا من این شکل مختصر معادله رو میام اینجا می‌نویسم. 5 مساوی با x به اضافه 2x به اضافه 5. خب میام در اینجا به جای هرچی xی که دارم 26 منهای 2 رادیکال 14 رو قرار میدم. پس در اینجا هرچی xی که دارم میذارم 26 منهای 2 رادیکال 14. ببینیم چی میشه. پس 5 مساوی با 26 منهای 2 رادیکال 14 به اضافه رادیکال 2 در 26 منهای 2 رادیکال 14 به اضافه 5. خب حالا در رادیکال دومی این دوی پشت پرانتز رو در تک تک عددهای داخل پرانتز ضرب میکنم. فعلا پرانتز اولی خودش رو می‌نویسیم. 2 رادیکال 14 خب میشه 52 26 ضرب در 52 2 تا 4 تا رادیکال 14 به اضافه 5. خب حالا اینجا رو نگاه کنید. باز دوباره پرانتز اولی رو خودش رو می‌نویسم. 26 منهای 2 رادیکال 14
به اضافه 52 با 5 میشه 57 به منهای 4 رادیکال 14. خب دوستان نگاه کنید، اگر که من بخوام که اینو خیلی راحت حل بکنم، هیچ چاره‌ای ندارم جز این که باید رادیکال دومی رو از بین ببرم و رادیکال دومی در صورتی از بین میره که من زیر رادیکالم یه توان 2 داشته باشم، این عبارتم به یک توان 2 برسه و اون توان 2 که ازش جذر بگیرم یا رادیکال رو با اون توان 2 ساده بشه. خب برای این کار من میگم که من 57 رو می‌نویسم 56 به اضافه 1. خب 56 هم حاصل ضرب عدد 14 و در 4 هستش. 14 ضرب در 4 میشه 56. خب شما نگاه کنید، من اگر که یک عبارتی داشته باشم به شکل AX منهای B به توان 2، اینو بیام از روش اتحاد مربع دو جمله‌ای جوابش به دست بیارم، میشه A به توان 2 X به توان 2 منهای 2 AX B به اضافه B به توان 2. خب اینو داشته باشید. اگر من برگردم این معادله عبارت زیر رادیکال رو نگاه کنید، بنویسم 56 منهای 4 رادیکال 14 به اضافه 1. خب اینم بنویسم 14 ضرب در 4 منهای 4 رادیکال 14 به اضافه 1. خب حالا شما این من 14 ضرب در 4 ضرب در 14 منهای 4 رادیکال 14 به اضافه 1 رو اگر یک مقایسه‌ای با اینجا انجام بدم، ببینید چطور میشه. پس من اگر که بنویسم اینجا 14 منهای 4 رادیکال 14 به اضافه 1. خب این عبارت ها رو نظیر به نظیر با هم یک مقایسه بکنید. میبینم که در اینجا آیه من آ به توان 2 همون 4 هستش، یه مقایسه بکنید. آ به توان 2 مون 4 هستش، X به توان 2 مون 14 هستش و B به توان 2 مون 1 هستش. خب که خود آمون میشه جذر 4 یعنی 2، X مون میشه جذر 14، جذر دقیق نداره. خب و B مونم که میشه رادیکال 1 میشه خودش. خب پس من اگر که با توجه به این قسمت که اینجا جدا جدا براتون نوشتم، اگر برگردم این سمت دیگه طرف اول این عبارت رو بنویسم که به صورت تواندار باشه، عبارت به توان 2 باشه، پس میشه آمون 2، Xمون رادیکال 14 و بیمونم 1 منهای 1 به توان 2. خب پس من حالا میتونم به جای عبارت زیر رادیکال دومی اینو بنویسم. خب پس میام حالا بنویسم 5 مساویه با 26 منهای 2 رادیکال 14 2 رادیکال 14 به اضافه رادیکال. خب قرار شد که به جای این عبارت زیر رادیکال به اینجا رسیدم. خب 2 منهای 1 به توان 2. حالا رادیکال دومی رو میتونم بردارم، این توان رو با رادیکال ساده کنم و چیزی که به دست میاد برامون میشه 5 مساویه با پرانتزش رو برمیدارم منهای 2 رادیکال 14 به اضافه. خب عبارت زیر رادیکالش رو برداشتم 2 رادیکال 14 منهای 1. خب اینجا نگاه کنید، این قسمت قرینه هستن میشن 0 و 26 منهای 1 هم میشه
25 و جذر 5 هم جذر 25 هم میشه 5. پس ببینید 5 مساوی با 5 شد و بنابراین x مساوی با 26 منهای 2 رادیکال 14 برای ما یک جواب درست هستش. خب پس این جوابمون برامون یه جواب درست در اومد. حالا میخوایم دومی رو امتحان بکنیم ببینیم که آیا x مساوی با 26 به اضافه 2 رادیکال 14 هم یه جواب درسته برای ما. پس میخوام حالا این یکی رو تست بکنم، 26 به اضافه 2 رادیکال 14 رو امتحان بکنم ببینم آیا اینم جواب درستی برای ما هست یا نه. خب برمیگردم، پس باز دوباره همین صورت مختصر معادله رو که به دست آورده بودم رو می‌نویسم. 5 مساوی با رادیکال x به اضافه رادیکال 2x به اضافه 5. خب حالا باز دوباره مثل قبل جایگذاری میکنم، این بار به جای x هم میذارم 26 به اضافه 2 رادیکال 14. خب پس 26 به اضافه 2 رادیکال 14 به اضافه 2 در 26 به اضافه 2 رادیکال 14 به اضافه 5. خب دوباره نگاه کنید، این تیکه از معادلمون دقیقا مثل قبل میشه، مثل اینجا میشه. خب دوباره من نیازی به بازنویسی نیست. نگاه کنید این تیکه از معادلمون رو ما باز دوباره من میتونم بنویسم که بذارم تکرار کنم 26 به اضافه 2 رادیکال 14 به اضافه 52 به اضافه 2 رادیکال 14 به اضافه 5. فقط با این تفاوت که ما اینجا با علامت منفیشو داریم، اینجا با علامت مثبتشو داریم. خب پس من اگر که اینجا رو بخوام انجام بدم میشه 57 به اضافه 2 رادیکال 14 و دوباره همون مسیر رو که نیازی به بازنویسی نیست دیگه، 56 رو به اضافه 57 می‌نویسم 56 به اضافه 1 به اضافه 2 رادیکال 14 و اگر که همین مسیر رو تا دوباره تکرار بکنیم و می‌بینیم که اینجا همون عبارت رو داریم با این تفاوت که بینشون علامت مثبت هستش، یعنی دارم 2 رادیکال 14 به اضافه 1 رو دارم به توان 2. خب پس من میام حالا می‌نویسم 5 مساوی با 26 به اضافه 2 رادیکال 14 رادیکال. خب پس 2 رادیکال 14 این بار با علامت مثبتش به اضافه 1 به توان 2. خب حالا توانم با این رادیکال از بین میره، این واسه علامت مثبت وسطش رو نذاشتم. 5 مساوی میشه با پرانتز رو برمیدارم 26 به اضافه 2 رادیکال 14 به اضافه حالا 2 رادیکال 14 به اضافه 1. خب حالا زیر رادیکال نگاه کنید دوستان، دیگه ما هیچ چیزی با هم قرینه نیست که اینجا ساده بشه. 26 و 1 میشه 27 به اضافه 2 تا رادیکال 14 تا میشه 4 رادیکال 14. خب حالا شما اینو نگاه کنید، ما میگه که 5 مساوی شده با جذر 27 به اضافه 4 رادیکال 14. خب این اصلا ظاهرش مشخصه که این 5 مساوی با این مقدار نیست. از همین اولین عددش که نگاه بکنید خود 27 از 25 بزرگتره، 27 بزرگتر از 25 هستش اینا. پس 5 با این عدد مساوی نیست. پس بنابراین جواب x مساوی با 26 به اضافه 2 رادیکال 14 یک جواب درستی برای ما
نیست. این جواب غلط هستش و تنها جواب ما جواب x مساوی با 26 منهای 2 رادیکال 14 هستش. امیدوارم که از حل این معادله استفاده کرده باشین و اگر که براتون خوشایند بود با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال من حمایت میکنین. بی نهایت از شما متشکر هستم و شما را به خدای بزرگ میسپارم.